طرز کتاب در جهان یار نیست، در غمکده زمانه غمخوار نیست. هر لحظه از او به گوشه تنهایی، صد راحت است و هرگز آزار نیست. من فیردوسف فیردوس، خواننده صنف 4 لیسه‌ای نوسانی شهر دوشنبه می باشم. می خواهم در آزمون جمهوری فروغ سبحی دانایی از روی نمینت ادبیات کودکان و نورسان اشتراک نمایم. من زیاده از 220 شعر بچگانه، 50 حکایه، 60 چستان، 60 ضرب المثل، 60 تزگویک از بر نمودم. می خواهم در اول شعر از استاد مومین قناعت قرائت کنم. زبانی مادری قند جویی پند جویی ای جناب، هرچی می جویی بیجو، بیکران بحریست گوهر بی حساب، هرچی می جویی بیجو. فارسی گویی دری گویی ورا، هرچی می گویی بیگو، لفظی شعر و دلبری گویی ورا، هرچی می گویی بیگو. بحر من تنها زبانی مادریست، همچو شیری مادر است، بحر او تشبیه دیگر نیست. چون که مهری مادر است، زین سبب چون شوخی های دلبرم، دوست می دارم ورا. چون نوازش های گرمی مادرم، دوست می دارم ورا. چند افسانه خوندی؟ 15 افسانم. همگی 15 تامه؟ کدام افسانه هم برکن کنی؟ گرگ نادان، 2 بوزیچه، وصیت پدر، نصیحت پدر، گرگ و لکلک. گرگ و لکلک نقل کن کنی؟ روز گرگی به نفس استخوان پیدا کرد و به خوردن شروع کرد. او بسیار تیز استخوان را میخورد که در گلویش در ماند. او بسیار مینالید که از نزدش یک لکلک برآمد. به لکلک گفت که التماس استخوان را از گلویم بگیر. لکلک آمد و با نولی درازش از حلق گرگ استخوان را گرفت. در این حالت گرگ به لکلک گفت چنان گلویم را درد آوردی که قریب نولت را میگزیدم. در این حالت لکلک بسیار غمگین شد و گفت من به او نیکی کردم اما او به من بدیم. چند ضرب المثل ایجاد کردی؟ 60. کنی چند تاشو بکنی؟ مهنت نکنی راحت نمیبینی، آبروی آدم از مهنت است. تا کس نکشد رنج، حاصل نشود گنج. فرزندی نغز باغ پدر، فرزندی بد داغ پدر. از دوستی نادان دشمنی دانا به. چیستان چند تا میدونی؟ چیستان 60. دکان به دکان گشتیم، عاقبت آن را یافتیم. پول دادیم و خریدیم، آوردیم و پرتافتیم. چی بوده؟ جواب قالین. گله دیدم که آن به خار باشد، نه در دشت و نه در بازار باشد. نه کس او را خرد نه کس فروشد، همیشه بر سرش بازار باشد. کنی چند تا تزگویک گو کنی؟ تزگویک 60. گوی. 6 شرشره در دره، در دره 6 شرشره. 6 شرشره در دره، در دره 6 شرشره. بلال آب آورد، آبی زلال آورد. هلال آب نوشید، آبی زلال نوشید. همین مرگ سودخور با یک بیت آغاز می شود. چه خیل بود؟ سودخور از پول خود نان شکند گر به مثل، آتله دندان شکند شیشه سندان شکند. برای چیزی که سوختار نام گرفت؟ چون که بچه ها سوختار را میکشن و برای همین. سوختار در کجا؟ سوختار در راه آهن بود. چه خیل پیدا وای میشد این سوختار؟ وقتی که یک قطاره میگذرد او بسیار باری وزنین بود و بله از بین همون چیز از بین چیز شراره پریده بعد گندم زور میرسد. این بچه ها کجا میرفتند؟ آنها به نزد پدرشان میرفتند چون که خوراک برند. بله. صلح چیست؟ وقتی که میخندی صلح است. صلح چیست؟ هنگامی پگاه کتابدان گرفته خوش و خرسندانه به مکتب میروی صلح است. صلح چیست؟ اگر تو به همه سلام میدی و همه به سلام
جواب میدهند صلح است. صلح چیست؟ اگر به تو یک طبقچه تخم بیران میارند و تو میخوای در دسترخوان یک چند نفری دیگر باشد، صلح است. صلح چیست؟ اگر معلم از همصنفت وظیفه خانگی را میپرسد و تو میخوای که همصنفت بسیار بهای اعلا بگیرد، صلح است. بله. صلح چیست؟ وقتی که برای تو یک طبقچه تخم بیران میارند و تو میخوای در دسترخوان یک چند آدم دیگر باشند. تشکر. انا از امینجان شکاهی یک شعر میخوانی که در ستایش صلح است. صلح بهار است بهار آورد، رونق و شادی و برار آورد. صلح بود شرشره جوی آب، صلح دید حسنی پر از آب و تاب. صلح چراغ راه آینده است، صلح ز اقبال نماینده است. صلح شکرخندی لبی کودکان، صلح هماهنگ دلی مادران. تشکر. غزل هایی که در دفتر شما هست شما حفظ کردگی هستید؟ از زود میدونی؟ کنی از جلالدین بلخی. خواجه دریاب. خواجه دریاب که جان در تن انسان ادب است، آدم از عالم الویست شرفی جان ندب است. یک دو روزه که در این خانه تنگ مهمانی، با ادب شین که خاصیت مهمان ادب است. ذوق شبرنگ که در بی ادبی مشهور است، نغمه در نای دمی مرغ سحرخوان ادب است. بی ادب را نبود در خور سلطان چیزی، نیک بینگر به یقین در خور سلطان ادب است. کردم از عقل سوال اینکه چی باشد ایمان، عقل برگوشی تنم گفت که ایمان ادب است. چشم بگشا و ببین جمله کلام الله را، آیت آیت همگی معنی قرآن ادب است. شمس تبریز خاموش کن که تو ای سری خدا، انوری فری همه شمع شبستان ادب است. اسدی شیروزی هم یک غزل خونید. تنی آدمی شریف است به جان آدمیت، نه همین لباس زیباست نشان آدمیت. اگر آدمی به چشم است و دهان و گوش و بینی، چه میانی نقش دیوار و میان آدمیت. خور و خواب و خشم و شهوت شغب است و جهل و ظلمت، حیوان خبر ندارد زی جهان آدمیت. به حقیقت آدمی باش وگرنه مرغ باشد، که همین سخن بگوید به زبان آدمیت. رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند، بنگر تا چه حد است مکان آدمیت. طیران مرغ دیدی تو زی پایبند شهوت، بذر آی تا ببینی طیران آدمیت. نه بیان فضل کردم نه نصیحتی تو گفتم، هم از آدمی شنیدیم بیان آدمیت. اکابر شریفی. بله. چی خواندید؟ کدام حکایه ها رو خواندید؟ من از اکابر شریفی امک میلیسه، روز تولد بیبی، کار امروز را به فردا نگذار. درباره بیاد امک میلیسه نقل کنید. مادر به انور لباس پوشانده به کوچه برآورد، چون که انور پگاه زاد روز دارد. آنها به مغازه رفتند. در مغازه بسیار آدم بود. مادر انور را در یک گوشه مگزین ماند و به دیگر مگزین رفت. بعد کم گذشته انور بسیار غمگین شد و به کوچه برآمد. به مغازه بازیچه رفت و در آنجا یک چند بازیچه ها را دید و به مغازه‌چی گفت حاضر مادرم را فریاد میکنم از من همین خیلی بازیچه ها میخرد. بعد او هر زن کرتکه بود را میدید، مادر میگفت اما ناامید میشد. او به کوچه برآمد و یک میلیسه با ماشین آمده او را دید. او میلیسه به نزد انور رفت. انور بسیار ترسید. ترسیدن او این بود که بیبیش به او میگفت انور جان به ترتیبی نکن، حاضر امک میلیسه را جغ میزنم.
میآید تو را به خانه تاریک میبرد. بعد انور میپرسید در خانه تاریک بازیچه است؟ بیبیش میگفت نه بازیچه نیست. بعد انور میگفت خیر میلش جگر نمیکنم. میلیسه به نزدی انور آمده پرسید چرا گریه میکنی؟ بعد انور گفت مرا به خانه تاریک نبرید. اما که میلیسه گفت نه من تو را به خانه تاریک نمیبرم، من تو را به نزد مادرت میبرم. بعد اما که میلیسه او را به خانه اش برد و نام پدرش را و نام مادرش را و رقم تلفن های آن را پرسید، ولی انور هیچ چیز را نمیدانست. بعد آنها خیلی بازی کردند در آنجا. بعد عاقبتش روزی تولدی انور می شود و او بیبیش به انور می گوید به ترتیبی نکن انور جان، حاضر اما که میلیسه را جغ می زنم. انور گفت جغ زنید او را. رحیم قند این چگونه پرسنج است در همین جا؟ با چی کار مشغول بود؟ کسبش چی بود؟ رحیم قند در اول تنبور نواز بود، اما از این کار با او هیچ کس پول نمیداد. حتی او به یک توی ها میرفت ولی با او دو پول میدادن. نیکی کنو با آب انداز از کی بود است؟ از قابوسنامه عنصر معالی کیکاووس. آفرین کنی نقل کن. در روزگاری که خلیفه متوکل در بغداد بود، او را بنده بود نام فتح، بغایت خوبروی و روزبه و همه هنرها و ادبها را آموخته. این فتح خواست که شناوری را آموزد. ملاحان بیاوردند و او را در دجله شنا کردن آموختند، ولی او به شنا کردن آموخته نبود. روز نهانی از استادانش به دجله رفت و خواست که آب بازی کند. آبی دجله تیز بود و فتح را برد. فتح خود را به اختیار آب گذاشت و بدان سوراخ رسید و آنجا 7 روز بماند تا به خلیفه متوکل خبر شد. فرمود هر کس فتح را زنده یا مرده بیارد 1000 دینارش بدهم. اتفاقا 7م روز ملاح تا بدان سوراخ رسید و فتح را بید. شاد و خرسند شد و گفت در همین جایز حاضر زورق میارم و تو را میبرند. به نزد خلیفه متوکل رفت و گفت اگر فتح را زنده بیارم به من چی میدهی؟ گفت 5000 دیناری نقد. زورق بیاوردم و فتح را بردن. خلیفه متوکل چیزی که به ملاحان وعده داد در وقتش بداد و گفت به درویشان صدقه بده و تعامرید که این گشنه 7 روزه است. فتح گفت نه من سرم. خلیفه متوکل پرسید مگر از آب دجله سر شدی؟ فتح گفت نه من این 7 روز سر بودم، چون که در یک طبق 20 تایی نان می آمد و من کوشش می کردم که 2-3 تای آن نان را بگیرم و با همین کار زنده ماندم. خلیفه فتح گفت در هر نان نوشته بود محمد ابن الحسین الاسکاف. خلیفه متوکل گفت این مرد را بیارید، نترسد من به او نیکی میکنم. پگاهی بر وقت یک مرد بیامد و گفت منم آن کس. خلیفه متوکل گفت غرضت برای چی به دجله نان میاندازی؟ گفت شنیده بودم که نیکی کن و به آب انداز و از دستم همین قل برآمد. خلیفه متوکل گفت چیزی که شنیده بودی درست کردی و به او 5 ده ملک در بغداد داد. مرد به سر ملک رفته شاد و خرسند عمر به سر برد. ای پسر تا می توانی نیکی کن و از نیکی کردن باز نمان. از رودکی یک غزل خون. دلا تا کی همه جویی من را، چی داری دوست هر زد دشمن را. چرا جویی وفا از بی وفای، چی کوبی بیهوده سرداهن را. ایا سوسن بنا گوشه کی داری، برشکی خیشتن هر سوسن را. یکی زین برزن ناراه برشو،
که بر آتش نشانی بر زن را. دلی من ارزن عشقی تو کوه، چه سایی زیر کوه ارزن را. ببخشا ای پسر بر من ببخشا، مکش در عشق خیره چون من را. بیا اینک نگاه کن رودکی را، اگر بی جان روان خواهی تن را. آفرین. آغاز شاهنامه. خوش. به نام خداوندی جان و خرد، کز این برتر اندیشه بر نگذرد. خداوندی نام و خداوندی جای، خداوندی روزیدی و رهنمای. خداوندی کیهان و گردان سپهر، فروزنده ماه و ناهید و مهر. از حافظ یا غزل خون. دانی که چیست دولت، دیدار یار دیدن. در کوی او گدایی بر خسروی رسیدن. از جان طمع بریدن آسان بود، ولیکن از دوستانی جانی مشکل توان بریدن. خواهم شدن به بوستان چون غنچه با دلی تنگ، وانجا به نیکنامی پیراهنی دریدن. گه چون نسیم با گل رازی نهفته گفته، گه سیر عشق بازی از بلبلان شنیدن. فرصت شمار صحبت که از این دو راه منزل، چون بگذریم دیگر نتوان به هم رسیدن. گویی برفت حافظ از یاد شاه یحیی، یا رب به یادش آورد درویش پروریدن. خوش. کنی از بدرالدین هلالی میدونه غزل؟ بله. به کجا روم زی دردت، چی دوا کنم چی چاره. که 1000 بار خون شد جگری 1000 پاره. من موز عشق درده که اگر به کوه گویم، به خدا که نرم گردد دلی سختی سنگ خاره. به دو دیده کی توانم که روخ تو سیر بینم. 2000 دیده خواهم که تو را کنم نظاره. مهی من زی جمع خوبان تو را به کسی چی نسبت. تو زیاد از ماهی و دیگران کم از ستاره. زی برای کشتنی من چو بس هست چشم شوخت. زی چی می کشند خنجر میجه ها زی هر کناره. چو غنیمت از خوبی به کرشمه جلوه کن، که به عالمی جوانی نرسد کسی دوباره. دلی خسته هلالی چو بسوختی حذر کن، که مباد از آتشی او برسد به تو شراره. قاسم لاهوتی یک شعر خوان کن. غزل. زندگی آخر سرآید بندگی در کار نیست. بندگی گر شرط باشد زندگی در کار نیست. گر فشاری روزگار آبد کند مسکین مشو. مرد باش ای خسته دل شرمندگی در کار نیست. با حقارت گر ببارد بر سرت بارانی دور. آسمان را گو برو بارندگی در کار نیست. گر به شرطی پای بوسی سر بماند بر تنت. جان ده و رد کن که سرافکندگی در کار نیست. حاج حافظ و خشترز. روز حاج حافظ از راه می گذشت. خشترز در پهلوی راه نشسته خشت میکرد و حاج حافظ خشترز شعرهای او را غلط میخواند. بعد حاج حافظ کمی گوش داد و خشتهای او را زیر کردن گرفت. برای چی؟ چون که او شعرهای او را غلط میخواند. غزلهای حافظ را غلط میخوانده. درازگوش و شتر. روز شتر و درازگوش به سیاحت برآمدند. آنها به لب دریا رسیدند. اول شتر گذشت و به میان آب رسید. دید که آب تا شکم اوست و به عقب دید که درازگوش حالا هم نگذشته است. به او گفت ای جورا جان نترس، بیا آب تا شکمی من است.
дарозгӯш гуфт: бале, дуруст мегӯӣ, аммо обе ки то шиками туст аз сари ман хоҳад гузашт. чистон чанд па медонем? 60. се ранги заррин дорад, се ранги нақшин дорад, сурху сарду сабз аст он, чун ахтарони осмон. хай чӣ будааст? чароғаки раҳнамо. ҳар сол ояд 4 меҳмон, яке пиру дигаре ҷавон, сеюмаш гарму тафсон, чорумаш зарду гирён. чӣ будааст? 4 фасли сол. сада ҷашни мулуки номдор аст, аз афредуну аз ҷам ёдгор аст. замин ин шаб гӯё кӯҳи тур аст, бадон кӯҳи таҷаллӣ ошкор аст. ки дар бораи пешвои миллат як шеър хонед? медонед зиёд? бале, афсонаи нав. ин кӯҳан афсона нест, аз мурғи белона нест, аз бою камбағал нест, аз зиракии кал нест. навтарин афсона аст, нақлаш дар ҳар хона аст. афсонаи роғун аст, қиссаи пурмазмун аст. васфи марди ҷасур аст, қаҳрамон асту зур аст. дар булдозер нишастааст, роҳи дарёро бастааст. ташаккур ба шумо роҳи сафед. фурӯғи коинот аз офтоб аст, фурӯғи одамият аз китоб аст. ман Назарзода Назаралӣ, хонандаи синфи яки муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 124 ноҳияи Фирдавсӣ ва иштирокчии озмуни фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти бачагона мебошам. ман зиёда аз 3000 мисра шеър, 50 чистон, 100 зарбулмасал, 100 ҳикояву афсонаҳои назмию насрӣ ва осори шифоиро аз бар кардам. соли сеюм аст ки дар ин озмун иштирок мекунам. ҳикоя аз азизи азиз, ҳикояи фил. ду заргӯшак дар бешазор бозӣ мекарданд. ногаҳон филе дуртар аз онҳо гузарол шуд. як заргӯшак гуфт: о, чӣ хел хартуми дарозу безеб доштааст. заргӯшаки дигар гуфт: ин хелбинӣ чӣ лозим? ҳа 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 ҳа. заргӯшакҳо пешпеши фил давиданд, хостанд ки ӯро масхара кунанд. ногаҳон фил аз дарахт себ канд ва ба даҳонаш партофт. як заргӯшак гуфт: фил ба хартумаш хӯрок мехӯрдааст. заргӯшаки дигар гуфт: бале, хӯрок мехӯрдааст. фил роҳашро давом дод. вай ба як кӯле расид. вай об нӯшид ва оббозӣ кард. як заргӯшак гуфт: фил ба хартумаш об менӯшидааст. заргӯшаки дигар гуфт: бале, оббозӣ ҳам мекардааст. ҳамин тавр фил бо фили дигар салом кард. фил бачаро аз чуқурӣ наҷот дод. дарахтро ба як су партофт. дар охир заргӯшакҳо ба фил гуфтанд: фил хартуми дарозу зур доштааст. шеър аз Юсуфҷон Аҳмадзода Санҷоб. марҳамат. буд набуд Санҷоб буд, дар мулки Панҷоб буд. эрка буду гул буд, нозу нузаш мул буд. ҳар чӣ диҳӣ немегуфт, гар надиҳӣ те мегуфт. рӯзе очаш ош пухт, оши шӯлам ош пухт. Санҷоби мо нӯз кард, нахӯрду арроз кард. ошаки ту шӯр гуфт, худат бару хӯр гуфт. ногаҳ омад як боша, рабуд табақи оша. Санҷоб гуфт: чӣ гап шуд? модараш гуфт: аҷаб шуд. замоне гурба ва саг дӯстони ҷонӣ буданд. онҳо дар як ҳавлӣ мезистанд. соҳибхонаам ҳардуи онҳоро дӯст медошт. гурба болои бағали гарми соҳибхона пинак мерафт. саг бошад рӯзи дароз онҳоро дар пеши дар посбонӣ мекард. як рӯз соҳиби хона дар болои дастархон маска гузашту худаш бар ошхона барои шир чой даромад. ногаҳон гурба оҳиста как рафта
بالای مسکه دسترخوان را دزدیده گریخت. سگ عکاس زنان دم راهش را گرفت. صاحب خانه از آشخانه برآمد و این عملی گربه را دیده به سرش داد زد. های گربه مسکه دوست، صدقه خوبی های من شوی. همیشه جایت در بغل من، گرم ملایم. شرم نمیداری؟ گفته این مردم درست است. سگ وفادار است. بیرو گم شو، دیگر تو را دیدن نمیخواهم. و سگ از کاری کرده خود شاد شد و گفت از این پس من دوست داشته صاحب خانه هستم. ولی گمان خطا برآمد. از بین چند روز گذشت. صاحب خانه باز گربه را بخشید و باز به بغلی گرم و بر هوایش جای داد. میر سعید میرشکر. وطن از دلها می برارد غم. وطن آدم را می کند آدم. بال و پری کس وطن می باشد. بختاوری کس وطن می باشد. تو بختیاری ای نسل آزاد. تو وطن داری زیبا و آباد. بگرفته است او تو را در آغوش. امان نکن تو هرگز فراموش. فرزندی جان باش بر وطنی خویش. هم پاسبان باش بر وطنی خویش. از عبید رجب. مرا تنبل نگویید. گپی دغل نگوید. من اکنون قابلم به این گپ مقابلم. بچه ای گپ درایم از گپ نمی برایم. نمی گریزم از کار در کار خانه تیار. جاروبم همراه من جاروبم گوای من. از خانه با جاروبم تنبلی را می روبم. از علی بابا جان. معرفت آموزی ما. خواهی که دانا شوی زور و توانا شوی. از تحت دل خوان کتاب حکمت او به حساب. آنکه کتاب نخواند دور ز دانش بماند. چون نفس نوبهار تازه نگاهش بدار. سطری ورا خط مزن یک ورق از اون نکن. او چون معلم به ما هر سخنش را نما. منبر خوانش کتاب رهبر دانش کتاب. همدم دلسوزی ماست معرفت آموزی ماست. آفرین. از یوسف جان احمدزاده درباره شهر دوشنبه. شهر دوشنبه شهر نمویم. چون گل تو از من از تو رویم. شهر دوشنبه نازی بهارم. صبح صفایت آینه دارم. شهر دوشنبه دنیای من تو در سینه ای کوه. دریای من تو شهر دوشنبه. عمر دوباره در آسمانت شبها ستاره. شهر دوشنبه ای چهره ها را بوی سمرقند روی بخارا. درباره صلح یک شعر گوید. صلح آمد بر دیار تاجکان. شاد گشته کودک و پیر و جوان. صلح را آورد در این سرزمین پیشوای عاقل و هم قهرمان. شکر استقلال و وحدت میکنیم. شکر از آن بخت و سعادت میکنیم. شکر گویم صدقاً از جان و دل. شکر از فرهنگ و ملت میکنیم. استاد روززاده جان شیرین. جان شیرین اینقدر جنگم مکن. اینقدر بیهوده دلتنگم مکن. گشته گشته در سفر باز آمدم. باز در نزدت به پرواز آمدم. هر کجا که خواب کردم خیستم. هر کجا که بود جای زیستم. این دلی من منزلی یادی تو بود. یاد روحی حسن آبادی تو بود. به تو نگذشت از گلویم آب هم. به تو در چشمم نیامد خواب هم. به تو هر یک روزی من یک سال شد. به تو دلغش کرد چون اطفال شد. دوستان بسیار در ادبیات کودک مشهور و معمول این داستانی داستک است. از کی است؟ از غفار میرزا. پورا میدونی داستانه؟ بله. داستانه میدونی پورا؟ بله. کنی اولی داستانه آغاز داستانه بخوان. بود یا نبود بودگار بود. پالیز نبود شدگار بود. در آن زمان در این زمین فرمانبرش زنبور بود. شاه خلایق مار بود. ماری کلانی زور بود.
بد هیبت و خونخور بود. در آن زمان در این زمین فرمانبرش زنبور بود. آخر داستان میدونی انجام شد. این داستان مشهور شد، هم دوستی آدمان با داستان پرزور شد. درست. تو از بهارستان جامع چند حکایت آوردی؟ یکی از زمین ها همین بهترین حیله است. میدونی؟ یعنی چه خیلی بود؟ روبا بچه به مادر خود گفت مرا حیله بیاموز که اگر در کشاکشی سگان در مانم خود را از آن برهانم. مادر به پسر گفت بهترین حیله آن است که تو در خانه نشینی، نه سگان تو را بینند و نه تو سگان را. آفرین. انا بین من هم برای چین حکایه را از تو پرسیدم که این برای همه ما شما بله. پندی بسیار بلند است. اکنون لطیفه گویدو بچستان. لطیفه. یک روز خرس 2 لیتر عسل را در تگ خاک پنهان میکند و در کاغذ می نویسد اینجا عسل پسل نیست. بعدا خرگوش آمده عسل را میخورد و در کاغذ می نویسد این عسل را خرگوش پرگوش نخورده است. چه بارش که به تماشای کنار رفت پرسید بلیط چند پول؟ 10 تنگه. من 5 تنگه دارم، می شود با یک چشمم تماشا کنم؟ تشکر. چیستان هم میدونی ها؟ بله. 2 چیستان بگو. تق تق کند با مرام، آیسته می نیاد گام. صبح آنجا که بیاید برگشته می آید شام. جوابی چیستان ساعت می باشد.